وزارت داخله میگوید که روند توزیع جواز سلاح بر اساس طرزالعمل جدید و مطابق اصول مشخص انجام می شود. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت به خبرگزاری آفاق گفت که این طرزالعمل پس از بررسی های امنیتی و حقوقی تهیه شده و هدف آن تنظیم روند توزیع سلاح است. او همچنین افزود که رهبری وزارت داخله می خواهد افغانستان به سوی امنیت پایدار حرکت کرده و فرهنگ استفاده و نمایش سلاح کاهش یابد. در عموم یک طرزالعمل بسیار همه جانبه، همه ابعاد قضایا را در نظر گرفته، ولی پالیسی وزارت و شخص جناب وزیر صاحب حاجی خلیفه صاحب حفظه الله است که باید دیگه افغانستان به طرف امن بره و دیگه رواج اسلحه و دیگه استفاده از اسلحه و یا هم نمایشات اسلحه را دیگه تمام کنیم. ما در از مدت پالیسی ما میسته که دیگه اسلحه را از افغانستان کوش کنیم که فقط در بخش نیاز نیروی امنیتی استفاده کنند. با این حال آگاهان نظامی میگویند که توزیع جواز سلاح باید بر اساس معیارهای قانونی، امنیتی و نیازمندی‌های واقعی افراد انجام شود. به باور آنان این کار میتواند باعث کاهش جرایم جنایی شده و از استفاده غیر قانونی سلاح نیز جلوگیری کند. با کسای جواز داده شود که اونا ضرورت داشته باشند و به اساس یک معیار باشه تا هر کس نتونه از حمل سلاح در شهر استفاده بکنه. به این شکل میشه که از جرایم جنایی و اختطاف ها و قتل ها در شهر جلوگیری شود. توزیع مجوز سلاح باید محدودیت های قانونی و مسئولانه داشته باشد تا امنیت مردم حفظ شود و هم از خطرات احتمالی جلوگیری شود. از روند توزیع مجوز سلاح باید مسئولین نظارت جدی داشته باشد. پیش از این قاچاق و انتقال سلاح بدون جواز در بسیاری موارد یک چالش بزرگ پنداشته می شد، اما اکنون با وضع مقررات جدید و نظارت بیشتر نهادهای امنیتی تلاش ها برای جلوگیری از حمل و نگهداری غیرقانونی سلاح افزایش یافته است.